السلام علیکم. بابایشان درباره سطر روشنی می‌انداختید، زیرا در مجلس محله یک شخص فرمود که در بالای میز من قرآن با ترجمه هست، در یگان جای او درباره سطر نیست و این زنها خودشان را مانند زاغ سیاه میکنند و این ملاها دیگر ما را فریب کرده نمیتوانند. خیلی تنقید کرد، التماس جواب گویید. اولش که من میخوام همه آدم در اینجا باشد مردانه خیزد پیش ما بیاد، ما به او جنگ نمیکنیم، دست به گریبان نمیشه، هم تو یک بحثی علمی میکنیم. اما قرآنش بیارد نزد من او رو نشان دهم از کدام سوره است، در کدام آیت است، ببیند اگر مسلمان باشد خودش خواند خودش حکم خوش برارد. دیگر اینکه برادرای عزیز این حکم سطر بیان کردنش این وظیفه شما رئیسای محله نیست، این وظیفه شما معلمای محله، این وظیفه وارثای پیغمبر است. به خاطر یک قرآن ترجمه دار خواندن تو احکام اسلام نمیشناسی. علماها 50 سال و 60 سال کتاب بینی میکنن، باز یک جای نماز کمبودیش جواب گفته نمیتونند. تو با یک قرآن ترجمه دار اسلام حقیقت با همه جزئیات یاد گرفتی؟ بیار جوانمرد باشی، من تو رو نشان دهم در کدام سوره و در کدام آیت است. بیار قرآن خیز. امروز دموکراسی از تو نترس، من تو رو چه نمیگم، منم از تو نمیترسم، من فقط یک جای ترس دارم و یک الله هست. بیار کتاب خیز، بیار، من نشان ندادم اگر در روی من توف کن. از خدا ترس. برای این گپ گفتن پیش ایشان داملا را گفت حضرت داملا در کجاست همه آیت حجاب به من نشان ده، من خانم این است مردی. وای زاغ سیاه نیست، وای مسلمان است. مگر مادر تو زاغ سیاه بود؟ مگر مامای تو زاغ سیاه بود؟ مگر ماما کلان زاغ سیاه بود؟ امروز همون حیوانهای لوچ، هوای زیباگی، هوای مدنیت. مرگ به تو باری مسلمان، مرگ بر تو باری مسلمان. با تو پیغمبری تو رو شاید 5-6 موسفید احمق جنازه میکردگیست، با کدام یگان ملای بی غیرت تو رو با جنازه میکردگیست. وای زاغ سیاه نیست، وای ایمان است. مگر راضی هستی که دختر رو سینه هاش در کوچه تابد گردد؟ مگر راضی هستی دختر رو درانی پاش در کوچه تابده گردد؟ به همین راضی هستی؟ به جای که شما دخترها رو نصیحت کنید که بچه می حیا را همه دوست می‌دارد، تمام اشعارش کلاسیکای گذشته رو خوان درباره حیا سخن میگویند، مگر از خدا نمیترسید؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی، خواب فرقرار هستی، کسی که باشی والله پنجتی نمیکنم من تو را. وقتی که حق اسلام تا گم میزنی، حکم اسلام تا گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی، خواه معلم هستی، خواه درکتر هستی، تو مسلمان باشی، مرد باشی، خیلی کتاب تگیر بیار پیش من. خوب به من رو پرون نمیشی، پیش داملا بیار، همسایت هست. احکام اسلام شوخی ندارد. حضرت بیدین گفته بود ادبگاهی محبت نه شوخی بر نمیدارد. ما ملاها از پیش خود گپ زنیم بگه خدا زبانای ما را از حق با میکشد. آی دادر عزیز، کسی که باشی خداوند اول توفیق تیاد، اول خدا هدایت کنه برای راست اصلاح شه و الا خداوند جوان مرگت کنه. کسی هستی دادر عزیز، ما از ترس خدا این سخنان رو با شما میرسانیم و الا برای من چیزی رو آمده است که گلو هم خسته شده، چیزی رو آمده است که در پیش حکومت دارا خمای قدر سیاه کردیدم. من خدا مجبور دارد که به شما حکمش رسانم. اصول اختیار در تو از قبول کنی کن، قبول نکنی ما تو رو مجبور نمیکنیم. آخه این امر خداست. ما برای نمایش دهی نه، برای شهرت نه، برای خود. من از شهرت بیزار هستم، من از خود نمایی بیزار هستم، من از 50 پولی میدادگی کنجه بیزار. من خدا هر نماز در مسجد چیستم آدم ها میرن زیارتو میکنن، حق میتیاد. من از خدا میدانم رزق من خدا میتیاد. من در رحم مادر بودم، خدا من رزق داد، امروز من به رزق میگذارم. لیکن به خاطر خدا به من گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. همین آیت ترجمه خواندی؟ همین آیت خواندی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر و ای جانشین ای پیغمبر حکم من به بندگانم رسان. همین از روی عیسی کو خواندی نه؟ یا همین هم در قرآن نیست؟ مگر این آیت در قرآن نیست؟ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این در قرآن نیست؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. این در قرآن نیست؟ تو کدام قرآن خواندی؟ یکم یهودی رو قرآنش خواندی یا یکم بیبلی خواندی؟ شرمنده با مسلمان میگیرد خودش، با مسلمان میگیرد. فقط پیش خدا میری گفتی ازبک بارگندن کیز کرسیز ببینی تو هم میری منم میرم. همون روز خداوند اگر من در محکمه سودش خیزانه، من تو رو که الان نمیشناسم که هستی، یکم بوزدیل هستی، ایجاد نمیخیزی، اگر در اینجا بخشی نگین نباشی میلوش، من همون روز در پیشگاه خدا بالای تو دعوا میکنم.
والله خدا شاهد باش من بالای ایستگی در این دعوا میکنم پیشگاه تو در محکمه سودی خدا. حیف تو مسلمان الله فرصت داری کلمه عرض که مسلمان شو زن تا ایسر نکاح کن و الا نکاحت بریده شد تو مرتدی